ماه من یه لحظه مصدق اوقات بشم. میگم احیانا تو خبر داری که چرا زهره داره به زمین خدمت میکنه؟ بله همین. خب راستش من حرفشون رو واضح نشنیدم چون تو طول روز حرف میزدن، ولی یه چیزایی راجع به اسم خارجی زهره و معنیش به گوشم خورد. یعنی اینقدر واسه زهره خجالت آور بوده که خدمتکار زمین شده؟ آره بگم اونم زمین داره از زهره باج میگیره تا رازشو نگه داره. پس واجب شد بدونیم، فقط یه مشکلی هست هیچ کدومشون نمیگن. درود بر فضانورد عزیزمون. سلام سیاره ها، خوبی؟ ببین از اونجایی که تو سر دائن تو چیزای فضایی حس میکنم دلت میخواد معنی اسم خارجکی زهره رو بهمون بگی. ببینم این یه جور تهدیده؟ بله جان. زهره اسم خارجیت ونوسه، الهه عشق و زیبایی. بله. من تو من به هیچ کی نگفتم. فضانورد